سلام به همه. خیلی وقتی بحث شغل و درآمد توی ایران میشه، همه سریع میگن دکتر یا مهندس. اما واقعیت اینه که توی سال 2025 خیلی از شغل‌های دیگه هم هستن که حتی درآمدشون از پزشک و مهندس هم بیشتره. امروز میخوام با هم 12 تا از پردرآمدترین شغل‌های ایران رو بررسی کنیم، با توضیح اینکه چرا این شغل‌ها پولساز شدن و چه چیزهایی لازمه که واردشون بشید. با ما همراه باشید. میریم سراغ بخش اول، شغل‌های سنتی. پزشکی و جراحی. تقریباً همه میدونن پزشکا جزو پردرآمدترین ها هستن، مخصوصاً جراحی زیبایی و دندون پزشکی، چون توی این حوزه ها هزینه آزاد حساب میشه و محدود به طرفهای دولتی نیست. بعضی جراحا برای یک عمل ساده چند صد میلیون دریافت میکنن. نمونه‌اش همین چند روز پیش که رفتم دندون پزشکی، برای یه عصب کشی ساده و یه رویکش 20 میلیون تومان هزینه‌ام شد. یا مثلا هزینه عمل زیبایی بینی توی ایران که اگه پیش یه دکتر خوب بخوای بری، برای یه عمل جراحی زیر 100 میلیون تومان فکر نمی‌کنم بگیره. مورد دوم، وکالت و مشاوره حقوقی. پرونده‌های ملکی و تجاری توی ایران بعضی وقتا میلیاردی ارزش دارن. وکیل‌هایی که تخصص بالایی دارن میتونن حق الوکاله خیلی سنگینی بگیرن. حتی بعضی وکلا فقط با گرفتن یک پرونده درآمد یک سالشون رو به دست میارن. مورد بعدی، مهندسی عمران و ساختمانسازیه. با اینکه بازار مسکن همیشه بالا و پایین داره، ولی کسی که وارد پروژه‌های بزرگ پیمانکاری میشه به درآمدهای خیلی بالایی میرسه، مخصوصا ساخت برج‌ها، مجتمع‌های تجاری و حتی پروژه‌های دولتی. مورد بعدی، بازرگانی و تجارت خارجیه. کسایی که کار واردات و صادرات انجام میدن، مخصوصا در حوزه موبایل، لوازم دیجیتال و یا ماشین‌آلات صنعتی، درآمدهای میلیاردی دارن. البته سرمایه اولیه بالایی هم میخواد و ریسکش هم کم نیست. بخش دوم، شغل‌های نوین هستند. برنامه‌نویسی و توسعه نرم افزاری یکی از اوناست. الان دنیا رو تکنولوژی میچرخونه. یعنی یه برنامه‌نویس خوب وب یا موبایل حتی از ایران هم میتونه پروژه‌های خارجی بگیره و درآمد دلاری داشته باشه. میانگین درآمد یه برنامه‌نویس حرفه‌ای میتونه چند برابر حقوق یه مدیر باشه. مورد ششم، دیجیتال مارکتینگ و مدیریت شبکه‌های اجتماعیه. شرکت‌ها حاضرن هزینه‌های خیلی زیادی بدن تا فروش آنلاینشون بیشتر بشه. سئو، تبلیغات گوگل، مدیریت اینستاگرام و حتی تولید محتوا برای برندها خیلی پرپول شده. مورد هفتم، تولید محتوا و یوتیوبریه. شاید باورتون نشه، ولی یوتیوبری الان جزو پردرآمدترین شغل‌های دنیاست و توی ایران هم دیگه جا افتاده. بعضی کانال‌های ایرانی ماهی چند صد میلیون فقط از تبلیغات و اسپانسر درآمد دارن. نکتهش اینه که نیاز به سرمایه اولیه زیادی نداره، فقط باید وقت بذاری و پشتکار داشته باشی. مورد هشتم، ترید در بازارهای مالی، کریپتو و فارکس. درسته که ریسک بالایی داره و خیلی‌ها ضرر میکنن، اما افرادی که واقعا بلد باشن تحلیل کنن میتونن ماهیانه سودهای خیلی بالایی بگیرن. این شغل اگر درست نسبت بهش رفتار بشه مثل قمار نیست، نیاز به یادگیری و استراتژی داره. مورد نهم، طراحی گرافیک و انیمیشن سه‌بعدیه. شرکت‌های تبلیغاتی و فیلمسازی حاضرن برای یک انیمیشن کوتاه یا موشن گرافیک هزینه‌های خیلی زیادی بدن. حتی فریلنسرهای ایرانی از سایت‌های خارجی پروژه میگیرن و درآمد دلاری دارن. بخش سوم و بخش آخر شغل‌های آینده دارن. نمونهش
هوش مصنوعی و تحلیل داده. با پیشرفت هوش مصنوعی، کسایی که بتونن داده تحلیل کنن یا مدل‌های هوش مصنوعی جدید بسازن، جزو پردرآمدترین ها میشن. این حوزه هنوز توی ایران اول راهه، پس فرصت خیلی زیاده. مورد 11، فریلنسری بین المللی. یعنی کار کردن روی پروژه‌های خارجی از طریق سایت‌هایی مثل آپورک یا فایور باعث میشه درآمد دلاری داشته باشید. حتی یه مترجم خوب میتونه ماهی چند هزار دلار از این طریق درآمد داشته باشه. مورد 12 و مورد آخر، مشاوره استارتاپ ها و کسب و کارها. خیلی از کسب و کارها نیاز دارن کسی بهشون بگه چطور رشد کنن، تبلیغ کنن و مشتری جذب کنن. مشاورای حرفه‌ای میتونن قراردادهای خیلی پرسودی ببندن. همچنین وقتی شما توی یه کاری حرفه‌ای بشید، میتونید از طریق آموزشایی که برای هنرجوهاتون و کسایی که علاقه دارن در حوزه کاری شما فعالیت داشته باشن، درآمدهای قابل توجهی کسب کنید. همونطور که دیدیم، شغل‌های پردرآمد فقط محدود به پزشکی و مهندسی نیست. توی ایران 2025 فرصت‌های زیادی برای کسب درآمد وجود داره. از کارهای سنتی گرفته تا شغل‌های دیجیتال و حتی شغل‌هایی که تازه دارن رشد می‌کنن. اما نظر منو بخوای، همیشه ایده ها و میزان پتانسیل شما برای موفق شدنه که میتونه به اوج قله موفقیت و ثروت شما رو برسونه. به قول معروف، هر چقدر توی این مسیر تشنه‌تر باشی، بیشتر شانس داری. و اگه واقعا دنبال درآمد بالا هستید، مهمترین چیز اینه که مهارت یاد بگیرید و به روز بمونید. حالا شما بگید، به نظرتون پردرآمدترین شغل‌های ایران طبق تجربه و شنیده‌های شما کدومه؟ توی کامنت ها بنویسید تا با هم بحث کنیم. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.